به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. قسم به آفتاب و درخشندگی پرشکوه آن و به ماه چون به دنبال آن می آید و به روز چون شکوه آن را آفتاب تجلی می دهد و قسم به شب چون آن را می پوشاند و به آسمان و ذاتی که آن را بنا کرد و به زمین و ذاتی که آن را هموار کرد و به نفس انسان و ذاتی که آن را برابر ساخت و به او فجور و تقوایش را الهام کرد. واقعا رستگار شد کسی که آن را پاکیزه ساخت و زیانکار شد کسی که آن را آلوده ساخت. قوم ثمود به سرکشی خیش حق را تکذیب کردند، آنگاه که شقی‌ترینشان دست به کار شدند. سپس رسول خدا به ایشان گفت اشتر خدا را با آبخورش به حال خودش بگذارید. او را تکذیب کردند و اشتر را پی کردند. پس پروردگارشان ایشان را به سبب گناهشان به عذاب فراگیر محو کرد و سرزمینشان را هموار ساخت و خداوند از پیامد آن هراس ندارد.